تو این قسمت از قواعد و قانون‌های موشن در مورد آورلی صحبت می‌کنیم. آورلی هم یکی دیگه از موارد بسیار مهمیه که توضیح میدیم چیه. آورلی به ما اجازه میده که عناصر پنهان و آشکار شدن رو بر اساس آنچه کاربر واقعا نیاز داره ببینه و عمق رو یه جورایی شبیه سازی میکنه. حالا این چه معنی میده؟ بیایید چند تا نمونه نگاهی بکنیم که ببینیم چی هست. نگاهی که کاربر روی چرا استاپ شدی؟ روی کارت کلیک میکنه، یه چیزی داریم که وارد میشه، حالا بهش میگن باتم شیت، که حالا این در واقع یک آورلی هست که وارد این صفحه شده. ما قبلا چند مورد آورلی رو انجام دادیم، مثلا طول تیپ، حالا یکم این فرق میکنه. خب این توی یک فضای دو بعدی ما وجود داریم و واقعا هیچ عمقی هم وجود نداره. عناصر یو آی ممکنه فقط در امتداد هم حرکت کنن، یعنی فقط محور افقی و عمودی داریم، محور ایکس و وای حالا منظورمه. خب و فقط چیزی شبیه اینه که یه بک‌گراند و یه پیش زمینه و پس زمینه ما فقط میتونیم ایجاد کنیم. و حالا این تمایز توی فضای دو بعدی استفاده های زیادی داره. این به ما کمک میکنه تا واقعا ارتباط بین محور زد رو برقرار کنیم. این لایه های آورلی که روی صفحه میان و با انجام این کار در واقع به کاربران نوعی جهتگیری فضایی میدیم. خب نوعی حس سه بعد بودن رو میدیم. خب این هم یک حالا مثال دیگه است که میتونیم ببینیم. خب ما مثلا این کارت ها رو اسلایدینگ انجام میدیم و میبینیم یه آورلی اینجا داریم و بعد ناپدید میشه. خب اینجا واقعا سلسله مراتب اطلاعات مهمه. زمانی که ما در مورد آورلی صحبت میکنیم یا در مورد این لیست صحبت میکنیم، زمانی که از آورلی استفاده میکنیم، به مثال اولین چیزی که کاربران باید ببینن مانند یک حالا برنامه یادداشت برداری، مانند لیستی از یادداشت های اونها، ما میتونیم از آورلی واسه مثلا درگ اند دراپ کردن استفاده کنیم که حالا نشون داده میشه که این واقعا یه فضای دو بعدی نیست. حالا گزینه‌های بیشتری وجود داره که خارج از صفحه هستن، حالا بسته به نوع تعامل ما با این انواع مختلف عناصر. مثلا یه اسنک بار بیاد، یه توست بیاد، یه نوتیفیکیشن بیاد، خب انگار روی این صفحه قرار میده، یه حالت سه بعدی میده، یه حالت زد ایندکسی میده. این موضوع آورلی
بیشتر اینجوریه و حس عمق ایجاد میکنه توی دیزاین هایی که انجام میدیم.